بعضی وقتا زندگی انقدر شلوغ میشه که فراموش میکنیم چیا واقعا مهمن. دنبال موفقیتیم، پول، پیشرفت، سفر. اما یه روز وسط خستگی بوی پیازداغی که از آشپزخونه میاد یهو همه چیزو یادمون میاره. همین بوی ساده است که آروممون میکنه، همون صدای جیلیز ویلیز مایتابه، همون لبخند مامان وقتی میگه صبر کن بذار تو طرفش طلایی بشه. همون لحظه هاست. همونا که به ظاهر معمولی هن ولی ته دل ما رو گرم میکنن. هر بار که مامان شامی درست میکنه حس میکنم یه تیکه از خونه برگشته سر جاش. یادم میفته خوشبختی همیشه چیزای بزرگ نیست. گاهی فقط یه لقمه خونگیه که باعث درست شده. شاید دنیا عوض شده باشه. شاید ما کیلومترها از ایران دوریم. ولی یه چیز هیچ وقت تغییر نکرده. اون عشق ساده‌ای که تو دستای مامانمه. برای من یعنی همین هومی بیتس، یادآوری چیزای کوچیک، همونا که باهاشون خسته نمیشی، باهاشون دلت گرم میگیره و حس میکنی همیشه یه گوشه ای از خونه با توه. امیدوارم که غذاهای ما رو تست کنین و با لایک و کامنت از ما حمایت کنین. کلی دوستتون داریم.